آخوند قزوینی میگوید هر کس از نسل فاطمه رضی الله عنها باشد به جهنم نمی رود. خدای عالم چون شیعیان حضرت زهرا را از آتش جهنم بریده، شیعه حضرت زهرا به جهنم نمیره. روایات در کتب اهل سنت هم ما داریم که پیغمبر اکرم فرمود بر اینکه نسل علی و نسل حضرت زهرا آتش جهنم رو نمیبینه. یکی از فضائل و ویژگی های حضرت زهرا هست کسی که واقعا از نسل فاطمه زهرا باشد خدای عالم توفیق میده در آخر عمرش ولو اینکه منحرف هم باشه برگرده و با توبه با ولای اهل بیت از دنیا بره. بینندگان گرامی، الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. آن روز که در صور دمیده می شود، آن روز پیوند خویشاوندی در میانشان نخواهد بود و از حال یکدیگر نمی پرسند. پس کسانی که ترازوی کارهای نیکشان سنگین باشد رستگارند و آنان که میزان نیکیهایشان سبک باشد به خویش زیان زده اند و جاودانه در دوزخ میمانند. آتش چهره‌هایشان را میسوزاند و آنان در آن چهره‌های زشت و در هم کشیده‌ای دارند. و در جای دیگر می‌فرماید يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. روزی که آدمی از برادرش فرار می کند و از مادر و پدرش می گریزد و نیز از همسر و فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری دارد که او را به خود مشغول می کند. از آیات مذکور خوب برمی آید که روز قیامت رابطه نسبی انسان به داد او نمی رسد و فریاد رسش نخواهد بود. حال سوالات دیگری مطرح می شود مربوط به این که در میان شیعیان 5 امامی و 6 امامی و 7 امامی داریم و تعداد زیادی از فرزندان ائمه ادعای امامت کردند که شیعیان آنها را قبول ندارند و از آنجایی که شیعیان درجه امامت را همسنگ درجه نبوت می‌دانند بایستی بپذیرند که گناه مدعی امامت همانند مدعی نبوت است. خب پس چگونه عده‌ای مدعی امامت به مجرد اینکه فرزند ائمه بودند به بهشت می‌روند، یا اینکه شیعیان نمی‌پذیرند که آنان
فرزندان ائمه بودند. مثلا شیعیان برادر امام حسن عسکری را قبول ندارند و او را جعفر کذاب می‌خوانند چون منکر ولادت مهدی بوده. آیا چنین شخصی از دیدگاه آقایان به جهنم نخواهد رفت؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیحی که بخاری روایت نموده است می‌فرمایند: انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم شريف تركوه واذا سرق فيهم ضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. ملت‌های گذشته تنها به خاطر این به هلاکت رسیدند که وقتی یکی از اشراف دزدی می‌کرد او را آزاد می‌کردند. اگر یک نفر فقیر و بیچاره دزدی می‌کرد حد و مجازات را بر او اجرا می‌نمودند. قسم به الله اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد.